ضحاک از ته دل میدونه کارش تمومه، ولی خب غرور شاهیش ظالم اتفاقا روزایی که فکر میکنه کارش تمومه بیشتر قدرت نمایی میکنه. ته دلش اعتماد به این که خواهد ماند و قدرتش رو حفظ خواهد کرد نداره، اما تا آخرین لحظه قدرت نمایی میکنه. شاید وقتایی که ضعیفتره قدرت نمایی بیشتری هم میکنه. شاید نمیخوان باور کنن که تمام شده، دل نمیکنن از اون قدرتی که باهاش جولان دادن. شاید میخوان نفس آخر هم قدرت خودشون نشون بدن. هرچی که هست، خطرناکترین لحظات تاریخی وقتی است که یک قدرتی سقوط میکنه، یعنی وقت رها کردن قدرت میرسه. اون کسی که رها میکنه و قرار ناچیز بشه یا حتی از بین بره، همه خشم و خشونت و ویرانگریشو به کار میاره.